آموزش شفاف سازی ویدیو با برنامه کپکت. دوستایی که برنامه کپکتشون کار نمیکنه کپکت اکانت کنین تا براتون مود شده شه بفرستم. وارد کپکت میشه، بالای کریت کلیک میکنیم، از این کلیک کردیم ویدیو ما رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک میکنیم، این طرف دست راست میکشیم. دوستا زحمت آموزش از ما، زحمت حمایت از شما. یک لایک و ریپوست بکنین خدا رو جانتان. قسمت بالای فیلتر کلیک میکنیم، کلیک کردیم سفر کمی به طرف بالا میکشیم و این فیلتر رو برش انتخاب میکنیم. میبینیم تر سفید علامت میزنم براتون. بعد از این کلیک کردیم میبینیم که ویدیو ما شفاف میشه. بالای اکسپورت کلیک میکنیم، کمی منتظر میمونیم، نتیجه کار رو ببینیم، حمایت کنیم.